پایگاه اطلاعاتی آلمان دایچه وله جنگجویان در حدود 18,000 نفر به سرحد تاجیکستان از جانب افغانستان شمالی نزدیک شدند. تا چه حد این خبر حقیقت دارد معلوم نیست، ولی امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مقامات قدرتی کشور، رهبران وزارت‌های دفاع و کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشستی مشورتی دایر نمود. در این مشورت دقت اساسی به حفظ سرحد با افغانستان داده شد. رئیس جمهور از مقامات قدرتی خواست تا در تحکیم هرچی بیشتر سرحد و بالا بردن قدرت دفاعی ارتش دقت مخصوص داده شود. از این برمیآید که وضعیت در سرحد بین تاجیکستان و افغانستان ناآرام، نگران کننده و پیشگویی نشونده است. اما مدیر مرکز پژوهشگاه افغانستانی معاصر در تاجیکستان معتقد است که گروه‌های تروریستی مستقر در شمال افغانستان نمی‌توانند به طور مستقیم کشور همسایه را هدف حملات خود قرار دهند. با گزارش سایت صدای آلمان، قاسم شاه اسکندر تعداد عمومی جنگجویان وابسته به طالبان و داعش در شمال افغانستان را بین 3 تا 5 هزار نفر تخمین می‌زند و می‌گوید این گروه ها که تخمینا از 3 تا 5 هزار نفرند به طور مستقیم نمی توانند علیه تاجیکستان اقدام کنند. اولویت گروه های افراطی فعال در شمال افغانستان توسعه مناطق تحت نفوذ خود در این مناطق است. در ولایت بدخشان افغانستان نزدیک به 1500 جنگجو حضور دارند و در ولایت تخار و قندوز نیز تعداد زیادی از اعضای گروه طالبان در حال درگیری با نیروهای دولتی افغانستان هستند. بیشتری اعضای این گروه ها را طالبان تشکیل می دهند و تعدادی از افراد وابسته به داعش نیز در ولایت شمالی افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان حضور دارند. برخی از جنگجویان وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت انصارالله نیز در ترکیب گروه طالبان و داعش مشاهده شده اند که منتظر دستور از فرماندهان خود هستند. همکنون این گروه ها به دنبال جذب نیرو هستند و به این منظور تبلیغات گسترده را در شمال افغانستان آغاز کرده و برای افراد تازه وارد دوره‌های آموزشی نظامی برگزار می‌کنند.